زمستان گذشته در روزهایی که مردم تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از سردی فوق‌العاده اذیت می‌کشیدند، دانشجویان تاجیکستانی روی علف صنعی تالار ورزشی دانشگاه شهر اوماهای ایالت نبراسکای ایالات متحده آمریکا با همتاهای ازبکستانیشان فوتبال بازی می‌کردند. دانشجوی تاجیکستانی احرار قاسمی میگوید او از خردسالی امید داشت که روزی در آمریکا تحصیل می‌کند. دانشم خیلی درس‌های خودم وسیع گشت. فکر میکنم بسیار دوستانی نوی آمریکایی پیدا کردم و تماس رو با اونها خیلی زیچ کردم. امیدوارم از اینجا استودان من یگان به وطن خود نمیدونم فکر میکنم یگان چیز باید ببرم، شاید دانشی خوب و دانشی خوبی که در اینجا گرفتم اونجا عملی میکنم. عزیز تاشمتوف باشد بعد 2 سال تحصیل در تاجیکستان 1 سال اینجانب محصل دانشگاه نبراسکا می باشد. او میگوید اینجا تحصیل مهم است و به فرق از تاجیکستان به سر و لباس دانشجویان کسی کار ندارد. در اینجا نظام تحصیل طوری راه اندازی شده است که دانشجویان امکان داشته باشند پورا در فکر تحصیل باشند. ما بدون کدام خللی در پی دانش آموزی هستیم. کتابخانه و دیگر بایگانی‌های ضروری در اختیار ماست. با فکرم برای تاجیکستانی‌ها این بهترین امکان تحصیل میباشد. دانشجویان تاجیکستانی مقیم ایالات متحده آمریکا اکثراً با پول پدر و مادر و یا نزدیکانشان این امکان را پیدا کردند. علیشیر عاقلوف میگوید سمستر گذشته او امتحانها را با بهای بلند سپرد و مأموریت دانشگاه به او اجازه داده است 20 ساعت در یک هفته در خود دانشگاه کار کند. پول زیست خودم را در خانه زندگی کردم، پول خوراکم، پول کتاب و دیگر چیزهایی که برای خواندنم در کار است، پول اینها را همش را خودم کار میکنم. در دانشگاه نبراسکا کار میکنم و تا همین وقت اولی مشکلی نداشتم. علیشیر، عزیز و احرار خانه عبارت از 2 اتاق را اجاره گرفتند و عزیز رئیس خواجگی مشترک آنهاست. او میگوید ماه هر کس تخمینا از 50 تا 100 دلار را برای اجاره خانه میدهد. تخمینا همین مبلغ برای استفاده برق، گاز، آب و غیره مصرف می شود. هر کس ماهانه از 70 تا 100 دلار به خزینه عمومی برای خرید آذوقه می سپارد. اما در صورتی که شخص در حاشیه تحصیل 500 و 600 دلار کسب می کند، او حاضر خواهد شد که به وطن برگشته بر عوض 50-100 دلار ماهانه کار کند. На данный момент в Таджикистане есть перспектива и есть те позиции, те должности, которые будут соответствовать. من فکر میکنم که حاضر در تاجیکستان دورنمای خوبی وجود دارد. صرف نظر از مشکلات موقتی در وطن وظیفه های خوبی کم نیستند که دانش ما آنجا به کار آید. از این رو بعد بازگشت کوشش میکنم مطابق با معلوماتم شغل دریافت کنم. После того, как я вернусь в Таджикистан, я планирую подыскать себе работу в сфере, в которой я получил образование. ولی بعضا دانشجویان بعد بازگشت از تحصیل در خارجه در تاجیکستان کار مناسبی پیدا نمی کنند. با فکر من همین است که اگر ما در اینجا خیلی خوب خونیم، دانش نقص گیریم و سویه دانش خود رو خیلی بلند کنیم، اگر ما در تاجیکستان اگر برای ما کار هم نباشد، ما کار خودمون رو تشکیل کرده میتونیم. دیگر آدما رو کار خودمون جلب کرده یگان وای ساخته میتونیم، یگان فرما تشکیل کرده میتونیم. فکر میکنم میهن به دانش ما خیلی محتاجی داره. نه اونه که این دانشی که اینجا میگیریم بر پیش رفتیم اینجا استفاده کنیم خیلی خوب، برای اینکه این تنها لیکن خوشبختی شخصی میاد. وقتی که در حدود تاجیکستان میگیری، وقتی که ضروریت تاجیکستان به هر یک شهروند خودش که از اون بیرون میاد دانش خود سویه خودش رو برمیگردن، فکر میکنم برای ما همچون شهروند مهنی خود رو نو بس از اونه که گجای دارگیر شدیم بیزاد براییم دانش خود رو اونجا عملی گردونیم، برای پیشرفت اون مساعدت کنیم، برای هر آنچه که از دستمون میاد بکنیم. نو بس همه جو مشکلات سیاسی اجتماعی هستن، لیکن این چیز نه اون سبب شود که ما اینجا برگردیم و استمون اینجا برای پیشرفت اینجا مساعدت کنیم. در پایان صحبت دانشجویان تاجیک یک سخن سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جان فیتزجرالد کندی را یادرس نمودند که گفته است: نپرس که دولت برای تو چی کار کرده است،
بگو خود برای دولتت چی کار را انجام داده ای؟